ثروت فتاح كردك بازرگانك جی باشور کردستان کو اف 23 سال نوینه لبریتانیا دجی. ثروت جمره بحثا جیان خود که بحثا کار خود که بحثا پنگاف به پنگاف دما کو دست به کار خود کریه ضررن کو جو کارن خودیتنه چند جاره هول دیا حتی نکو بویا بازرگانکی خورد لبریتانیا. ثروت بیجه کو گلک جاران من ضرر جدیتیه لی هر بردوام بوما حتی نکو من آرمان جن خود بگانینه. نهاج سال 2010 و وی کوگه که خوی تایبت بکریه اوجی با آنینا برهمن جباشور کردستان و فروتنا ویل بریتانیا ده بجیک جارمان جیمنی سرکه او ابو کو از برهمن کردستان بینم بریتانیا. نام ثروت فتاح جعفر با مای 23 ساله دانشجوی شهری ولورهمپتون لبریتانیا. بکو هر تاکیجی کرد که رومان کرده لهندران لبریتانیا. توانی منو خو بجنبی یعنی خوان درب کن لرگای کار و هر وها آشنا بین با زبان و کلتوری انگلیسی. Okay, to be enough for this week. Can you do that? هفتانم بلین نزدیک هفته با 85 ساعت ایشمان کرد زور با سختی بیرم لیکردو که بزنسک بو خمدانم. رستورانی که انگلیزیم کری سرکوتون نبود مراسی با فتره یک دوای اوسا بیرم لیکردو که شتی که کردواری خوام بکن اوش کارخانه که بچکولی پاکلوا بود توانیم با مایی که فتره که کم که خلق بمناسی و من خوشم بچمنا بازار کوا دوای اوی که کارخانه پاکلوا زور سرکوتون نبودین ل 2010 توانیم کوگایی که بچکولا با خونده مزرنم با توزیع کردنی مواد غذایی ل ناخوی بریتانیا امکری و توزیع میکرد سر دکان کردگان که آوانیش تازه دستیانه کرده ایش کردن و تازه هاتن نو بازار رو لویا نوستم راسی کولگی زورم دا تا بتوانم بگم استیک وکو کمپانی ایش بکم برهمکانی کردستان هر هموی بین ما امولاتو تقریبا خوانی 100 آیتمی کردیم بر کردستان و هن ولاتی بریتانیا بعکس و خلکانی که اشیاء لیرانی رو با کردستان من توانیم به مخاون یکمین کمپانی کردی که برهمکانی کردستان لیرا ساغه کموه. او برهمانی که ایسای من لیرای بینن لام شلوانا تقریبا لصد 85 جیل کردستان وی هنین و بردامشین لوی که شتی تازه آنی که شتی ترمان هی اینا لبرنامه نه اوانش زیاد کنه سرم برهمانه زوربی زوریان که ابینن اینا زیاتر خواردنویا ل که برهمانی کردستان هر هم لیوی هنین هندی شتی تایبتی هی که براسی خلق زور بدوایاتی یملی را کارمندگان من زورم کردن بس ولام کسی رومانی و انگلیسی و فارسی مندگلایا امانجم او بوزیاتر که بتوانم پربو ایتمانه بدم که لکردستان و هنم خلقی پی بناسیانم هر واحد پیشتر امانجم دکانی کردگان بو محاولی کی زورم هست که بتوانم او برهمانه داخلی مارکتگانی انگلیزیگانی بکم وکو مارکت گورکان لهولی شام ان شاء الله سرکوتو بم توانای اوش ما نبید او برهمانه داخلی و مارکتانه بکینو خوشحالم براسی توانم ریکاوری برهمگانی ترکیه بکم او ولاتگانی تر بو برهمانه چون طلبی لسر و رواجشی هیا وکو کوالیتی